حال و هوای صبح در میان سبزی و تراوت نواحی شمالی با توصیف‌های سازنده فیلم همراه می‌شود. کلام کاوه حدادی کارگردان این اثر نوید آن می‌دهد که قرار است با افراد جدیدی آشنا شویم. او از دیدارهای تازه می‌گوید و تراوت صبح و بکری سرزمین‌های سبز خبر از دیدار افرادی می‌دهد که زندگی را نه از سر اجبار که بنابر لذت و زیبایی آموختند و دیگرانی را در این مسیر با خود همراه کردند. کارگردان سوار اتومبیلش دنبال نشانی می‌گردد و از زن روستایی نشان رستوران خاورخانوم را می‌گیرد. گفتار از ابتدای فیلم و با صدای سازنده ما را از داستان آنچه قرار است شاهدش باشیم آگاه می‌کند. از اینجا به بعد از دریچه دوربین فیلمبردار میهمان ضیافت سرای خاورخانوم می‌شویم. اولین دیدار با خاورخانوم که نمایی از تپه‌های سرسبز شمال را در پس زمینه دارد، نماینده حال و هوای مستند است. زنی میانسال، سمت راست کادر و باقی تصویر درختان انبوهی که در اوجشان با مه در هم می‌آمیزند و نمایی رویایی می‌سازند. از اینجا تا پایان فیلم دیگر خبری از روایت سازندش نیست و تمام گفتارها با صدای خاورخانوم و همکاران و اقوام او گفته می‌شود. مخاطب در این فضا به بهترین شکل با فیلم آشنا می‌شود. خاورخانوم خود را توصیف می‌کند و تیتراژ ابتدایی روی صفحه ظاهر می‌شود. تصاویر با نماهای باز از طبیعت شمال ایران ادامه پیدا می‌کند و همچنان ارتباط معنایی میان کلام گوینده و مناظر حفظ می‌شود. آنجا که خاورخانوم نحوه شکلگیری ایده رستوران را که برگرفته از خاطره است تعریف می‌کند. ما نیز همزمان شاهد کوههای پوشیده از دار و درخت و تپه‌های آراسته با گل و سبزه هستیم. از دیگر بخش‌های درخشان اثر اما حضور بدون جلب توجه دوربین است. وقتی مهمان فضای داخلی منزل خاورخانوم و همسرش هستیم احساس نمی‌کنیم که آنها در برابر دوربین در حال برنامه‌ریزی کارهای رستوران هستند و در ادامه هم وقتی او برای خرید به همسایه‌ها و بازار سر می‌زند همچنان رنگ از دوربین نمی‌بینیم و بی‌واسطه با این زن روبرو می‌شویم. در تمام این مدت هیچ موسیقی روی تصاویر نیست و تنها صدای طبیعت است که در پس زمینه گفتگوها به گوش میرسد و این حس حضور را در بیننده تقویت میکند. فیلم خاورخانوم چیزی فراتر از به تصویر کشیدن زندگی زنی روستایی است. این اثر سعی در نمایش زندگی زنی موفق دارد که موفقیتش را از راه خلاقیت و هوشمندی به دست آورده و کارگردان تمام تلاشش را می‌کند تا به بیننده نشان دهد که خاورخانوم چگونه سعی دارد این بهروزی و نعمت به دست آمده را پاسداری و از این مسیر دیگر هم نوعانش را مستفیض کند. اما جای خالی چند نکته هم در فیلم احساس می‌شود. حین تماشا شاید به ذهن بیننده خطور کند که کاش کارگردان کمی هم به این موضوعات می‌پرداخت. مثلا اینکه خوب بود کنار به تصویر کشیدن بهروزی‌های خاورخانوم کمی هم به موانع و سختی‌های راه او اشاره می‌شد. در بیشتر پلان‌های فیلم هم شخصیت اصلی و محوری است که درباره خود صحبت و اوضاع و شرایط را توصیف می‌کند که اگر زمان بیشتری در اختیار افرادی گذاشته می‌شد که با صاحب رستوران چه در کسوت کارگر و چه در مقام مشتری گپی بزنند شاید چشمانداز زیباتری ترسیم می‌شد. از میانه فیلم است که موسیقی اضافه می‌شود و فضای اثر را با کمک نماهای دیدنی از طبیعت تلطیف می‌کند. موسیقی محلی جای خالی رایحه‌های دلنشین غذاهای شمالی را پر می‌کند. انتخاب‌های دقیق و به جای قطعات محلی و خاطرانگیز میل به حضور در آن فضا را برای مخاطب دوچندان می‌کند و آنجا که بیم آن می‌رود بیننده از گفتار خسته شود بسیار هوشمندانه روایتگر زیبایی‌های روستای سرولات در مرز گیلان و مازندران می‌شود. یک سوم پایانی آنجا که کارگردان تلفیقی از خوراکی‌های رنگارنگ شمالی و طبیعت بکر و اوضاع رو به راه رستوران را به تصویر کشیده سراغ مسائل شخصی‌تر، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خاورخانوم می‌رود و به این ترتیب لحن فیلم را به آرامی تغییر می‌دهد. تصاویری که در پایان شاهدان هستیم برای اولین بار مناظر آشنا را در تاریکی شب نشان می‌دهد و دوباره صدای کارگردان روایتگر تصاویر است. آنجا که از بوی خاک و پوسته نم خورده درختان و دلتنگی برای خاورخانوم و رستوران دوست داشتنیش میگوید که شاید حال بیننده است بعد از تماشای این ماجرا. استمونه بشوه؟ آره. مسافر لچندن بی؟ سوم راهنمایی. مرحبا آفرین. کارنامه ایتین؟ بله. قبول شد؟ آره. آفرین دختر محمدزای مدوی زرنگ نباشه بدن. دوتایی میشینه یا ستایی؟ هم دوتایی بشه.
25 تا 25 تا خب باشه. بعد او کاغذ من بنویس 25 تا ماست باورده ما خانمونم رو حساب کن. اون کاغذی من بنویس. مسمه؟ بله. چی فتره؟ آره. سلام. خسته نباشید. یالله صبح خیر. خوبی؟ چی فتره؟ آره. خب مسمه. بله. این شیر امروز چند درصدش بگنه؟ این 25 تا. اون علم مهمه باوردون 25 تا بخور. اینم امشب چند بگنه؟ اینم که امروزم 25 تا تا. امشب 25 تا همه مو خندم خواهد فرده بازم تو رو بگم چند جمعه بزن. باش. نه شیرم تو خیلی خوب جوش بخور تو خوب جوره جوش بیشتر بخونیه ما سفتری بدن نه خوب جوره اون ماست خیلی خوب جوره نه اون خواب میخوانیه ایشون افچین بدون بیردیم بعد این ماهی کنن شاغل این ماهی برن اونجو بنن اون ماهی که یخچال دنی اونو بیار اول برو سوخا کنن یخچالی رو بگیریم امروز چند ماهی بگیریم؟ امروز 60 ماهی بگیریم سلام خوبی؟ خسته نباشی امروز چون من عجله دارم خانم بشون بازار تا بشون وجود تو 60 ماهی سریم رو بگیر یکی بزرگه دوگنده مای غذا نخوره خوشمزه تره حالا یه چند مهمان سوارشی دارم خب اون مهمان سوارشیشم با من از اون بزرگ مایی 4 تا 5 تا خانه اوشم پارسال ایتون از اون مایه بزرگ الو سلام خوبین؟ خبر خیر کیسته نمه خوبان مالای اتفاق خودم هم شدم بازار روسته آره همه چیز اینجا خدا شاهد تازه است گوجه رو صبح میرم میگیرم بادمجون رو میرم صبح میگیرم بعد از درست میکنم برای فردا اینجوری الان اگه برین تو رستوران من درشو باز کنین تو فریزر من 5 کیلو گوشتم نیست همه چی تازه ماهی نیست مرغ نیست میگم الان میرم چابکسر صبح خودم میرم چه تمام مغازه‌دارا دیگه میشناسن همه به شما مثلا برای مسافرای من توضیح میدن که بله این خاور خانم هر روز میاد غذا تازه میگیره میبره بادمجون کیلو چنده خیلی خسته بوم برای میرزا قاسمیره حالا این من چند سبون بگو این من چند بزی نیسته 300 نه خواه 13 تومن ها 13 تومن 5 کیلومتر بکش 65 اولا که از خرید که برای میگردم میام یه بوق ماشین میزنم 12 نفر میان تو جاده حالا یه شما بار داشته باشم یک ماشین بار داشته باشم چون یه روز مثلا من یه بوق نزنم چون از دادای من میترسن خانم خوبه چون خب عروس منه دیگه چیکار بکنم من نمیتونم بگم تو بدگی من خودم دوست دارم باشه جیخی که میکشم یعنی بچه های پیش منن میترسن واقعا از من میترسن ولی بهشون دوست دارم الان ازشون بپرسین که خواب خانم چجوری میگه خیلی خوبه داد که یه موقع برزار شد
داد میزنه، حسابی داد میکنه. نه داد میکنه، همه رو داد میکنه. قبلا یادم دار بیدم همسر من پشتکار بود. بله، پشتکار من همسرم بوده. سجاد پیاز رنده بگن این کبابی شده. من اونجای قشنگ بگیرزه جدا نکن. حسندی ها؟ سیرت دارای تکه دار مرد گوشه ازم خالچی لبانه لاک دانه الهی ما بابام تی پودن اینا امسال سال برنجا بگیرم مستره به دنیا بمیرم ببینم این بغله بیشه سفاره سلام بچه ها، خسته نباشین. چی گر بوردین؟ چی گر بوردین شما؟ میشه مروری 50 تا 60 زیتون بزی بعد باش سیتوشی جاده کن. آره شما سبزی بابا بوردین خواهد سبزی قشنگ خورده کنه. باشه برو بزن. خب چقدر دیگه لوبیا بمونسته؟ آخره با این لوبیای وطین خب توش این میزی تمیزه کنی. سجاد تو هم باش پایین تمام ظرف آشغال هرچی آشغال باشه همه بگی بیار بالا بنی. حسین علی تو هم که کاربار تمانا به شینی صفرها رو 5 کنی. چند بزی؟ خب اون بلند شد باش جوجه ترشو بیار بزن. دوم بسته بس جوجه ترشو بیار بزن. جوجه اون دیگه بس جوجه ترشو بزن. اکبر آقا هم این تمانا بودی بقیه دنیه فقط اینی بزن تمام. خب و روغی بلند شو روغی بلند برس روغی ببینم اینو داغ کن. اینو روشن نکن. روشن نکن. کبریت رو بردن طرف کبریت. خب روغی برس اون روشن نکن دیره به کبرا جان تی دستی بشور اینو داغ کن. بلند شو این داغ دیره بنا ساعت 11 انا مهمان هنن. برس این بابا کتری بگیر بنی کتری سه برو داغ کن. نه میشتم مروری آمینم بومه خواهن بگو آقای هاشمیشان ساعت 12:20 نفرن سر بالکنم این رو میز رو طرف دریا کنه ما باید بشینیم. هرچی بگوتون برای بابا باشه اشکال نداره. بقیه میمونه با من بوشون بالا بنشین. روی باقلاتو چاردی؟ همه بزیه همیشه بزیه بره. باید یه ذره نمک بیارین دلداغون باشه. یه ذره نمک بیارین دلداغون که یک ذره نمک کم. به علاوه که من خودم دارم کار میکنم کلی خانم و پسر و دختر تو رستوران منو مشغول کردم. الان حدود 15-16 نفر هستن که روزهای تعطیلی میان کار میکنن. روزهای خیلی تعطیلی که زمستان باشه 2-3 نفر هستن همیشه دائمی ان. روزهای تابستان ها روزهای جمعه 7-8 تا زن 7-8 تا مرد کار میکنه پیش من.
اینه که مثلا من اینجا هستم خدایشم راضیم که با این دیپلم خودم یه رستوران زدم، اینقدر خانم و زن و مرد اینجا مشغول کار کردم، از بیکاری درشون آوردم. معصومه باش یخچال تا یه ماست بگیم رو بیار، اما ترچین نداریم. سر ماست بعد بریز توی کاسه. دون کاسه من. خب یه ماشق مربا خوری دارچین دوگم بیدل. اما چای خوری. خب یه دونه تخم مرغ هم بیار. خب چون تلفن جواب بدم یه تخم مرغ بیدل دوگانی بره هم زنی. خب بیار ایجی چگون. بیار تخم مرغ بشکن دوگان بیدل بره هم بزن. بله بفرمایید. مرسی. خب ما یک شنبه که روز ماه رمضان، اول ماه رمضانه. خب خب آره غذا میدیم غذا. آره چش قربان شما. مرسی خدا حافظ. اون دیگه تا یه روغن نده کن، یه روغن ده کن. تچینی بریز. بریز بسته. خب اندازه نصف استکان آب بریز. بسته. یه چخ کامل بده. از گوشه شروع بام، کم کم از گوشه. چند نفرین؟ 6 نفر. چی میخواین؟ 3 تا ترش. 3 تا میرزا قاسمی. احمان نزدیم 3 تا میرزا قاسمی برای شما زیاد نیست. من شبی که میخوابم فقط با مسافرمم. بادم جون، میرزا قاسمی، چند نفری خدا شاید خواب شب تو خواب. فقط اصلا من هرگز اینا کارگرای من که صبح میان تعریف میکنن که خدایی میگن ما این شب خواب دیدیم، مثلا اون مرده ما بود، اون زنده ما بود، اون داشت از این ور میرفت. از این خوابا من تا حالا ندیدم. از این بگی که تا کارگر من خواب اینجوریه. من فقط شب که دارم میخوابم فقط 5 تا غذا، 2 تا غذا بشین بده، این خواب منه. 12 نفر 11 نفر این خوابای من فقط اینا هستن. خب غذای آقای حمیدی آماده بابا. خب ببین هدی ببینم رقیه خانم یه برنج 2 نفر تا قمر جیبانی. آقا رضا بیا. بله. خب یه ذره مثلا برشته تر بشه. خب حالا یه ذره چون بعضی وقتا غذای مثلا برشته تر میخوان. حالا تو این نبو بر یه ذره این ورش برشته ترش کن بیار. تو هم پشت سر برشته شد دنبالش بردا ببر. زیتونی که چارده؟ زیتونم یه ذره روب زیاد آوردی. چش. اینا هولروب زیاد آوردی که رنشم باشه هولروب خورم باشه نخورن. یه ذره روب شیرین انار داغم بیدل. چش. آده. بعد این ذره تکمیل کن که من زیاد دونه بگیرم بره. حالا میخوام بشینین؟ گفتم بالاخره. سلام خیلی خوش آمدید. تو رستوران من رئیسم، تو خونه من اگرم رئیس باشم میگم اکبر آقا رئیسه، چون همه کار تو خونه مشغول مثلا کارهای خونه رو به گردن اکبر آقا میذارم. چون اگه اونم من بگیرم مثلا بخوام بریم یه چیز شخصی، یه کار شخصی بکنم، اگه اونم من مسئولیتش رو به عهده بگیرم خیلی کارم سخته. اونا رو به گردن اکبر آقا میذارم
ولی تو رستوران من رئیسم. با اینکه خاور خانم مثلا من خواهرزاده شون هستم، بین من و کارگرای دیگه فاصله نمیذارن. بعد اینکه با همه یه اندازه رفتار دارن، مثلا تو کارشون جدی هستن، ولی ممکنه مثلا اون ساعت داد و فریاد اینا رو داشته باشن، ولی الان بعد از کار با هم میشینیم میخندیم شوخی میکنیم، بالاخره یه چایی دور هم میخوریم، بعد قلبشون خیلی پاک و صافه، بعد با همه کارگرها به گو بخند دارن، شوخی میکنن و خیلی هم دوست داشتنی هستن. ما خودمون بچه نداریم ولی بچهای من هم دو دخترای من هستن، هیچ فرقی برای من نمیکنه. یعنی از صبح که بلند میشیم اگه رستوران میرن پیش منن تا غروب، مثل بچهای منن. آقا دانیال یک کباب ترش از زحمت بکش، 2 تا فیله، 3 تا گوجه بزن. خانم یه سفره 4 نفره، 4 تا زیتون، 4 تا نوشابه با یه ماست. بار اول بمیره مو خودم بار اول بوم انشالله که راضی باشیم. دیگه هم بوم میره پیدا نودیم. آها یعنی بار دوم که موافق بودم، ولی خب همه همکاران زیاد هست. آره انشالله که این دفعه نتیجه رو حتما موقع رفتن مرا بگی که خوب باید بد بود. دوست دارم این مشتری مرا بگو. من تو خونه بودم، بیکار بودم. خاور خانم تو بازار دیدم، گفتم خاور خانم من بیکار هستم بیام سر کار. خاور خانم گفت بیا سر کار، اشکال نداره، همه خانومه هستم شما هم بیا. سلام، خوش آمدین. چیزی نیاز ندارین؟ باشه. شما چیزی نمیخواین؟ چیزی نیاز ندارین بگیم. شما چیزی نیاز ندارین؟ نوش جان شما. نوش جان شما. سلام خانم. خیلی ممنون. خیلی خوش آمدید. چیزی نیاز نداری؟ قربونت برم. کارتون اولا بسیار بی‌نظیر، ابتکار بسیار بی‌نظیری به خرج دادید. غذاهاتون فوق‌العاده عالیه. ما پارسال 40 نفر بودیم که اومدیم خدمتتون. اگه خاطر مبارکتون باشه. خانم افتخاری هستم. بله. قبلش اطلاع دادیم. تعداد مهمونا رو گفتیم، بعد شما هم دیگه سنگ تموم گذاشتید. نوش جان. 1 ماه پیش اومدیم. الانم مجددا اومدیم. بسیار عالیه. واقعا بهتون تبریک منم خوشحالم که شما راضیین. ان شاءالله که همیشه موفق. قربان شما، سلامت باشین. مرسی. شما غذاتون آوردن؟ چش سفارش دادین؟ چشم الان غذا شما بیارن. اگه چیزی خواستین بگو بچه‌ها برای شما بیارن. قربون محبت. الان این کارگر داشتم، این پسر آمینه خانم خود کارگر من بود. مادرش میگفت که این اومده پیش تو کار میکرد. شب رفتیم میگفت زمین عید بود دیگه، هم سر همه بچه‌ها پتو گذاشتم، سر این پتو گذاشتم. این نیمه شب میگفت خانم خانم تو باور نمیکنی تمام پتوها رو اینجوری بغل کرده بود، بعد اینجوری دقیقه داشت می‌خواست بره اونورتر بذاره. از بس که سفره رو جمع کرده بیچاره خدا. این معصومم از کوچیکی، یعنی نمیدونه 2 تا بشقاب ببره بیاره، این از کوچیکی همینجا پیش من بود. الانم پیش منه که ترشی فروشی میکنه، ترشیجات، مرباجات، از این چیزا میفروشه پیش من. الان هر کی مسافری که میاد، اون خانمه که معصومه داره میفروشه این ترشی اینا میفروشه، بهش میگن دختر خاور خانم هستی، از بس که از کوچیکی از پیش من بزرگ شدن. خاور خانم خاله منه. از بچگی همون مدرسه که میرفتیم ما اینجا شبا مثلا میومدیم پیش خاله میموندم.
از این ور میرفتم برای مدرسه، بازم مثلا مدرسه به خاله میومد دنبالم، با هم دیگه میومدیم خونه. بعد اینجا نهار پیش خاله میبودم، بیشتر شبام پیش خاله بودم. بعد همینطور با خاور خانم تا یواش یواش همجوری که رستوران تشکیل شد همینطوری بودیم دیگه با هم دیگه تا الان. همینطور رستورانم که هست، من ازدواجم که کردم همینجام که تو همین خونه خواستگاری شد، همینجام ازدواجمون همینجا کردیم. مثلا خواستگاری که انجام شد ازدواجم کردم، بعد از ازدواجم بازم اومدم همین رستوران. مدیریت من مدیریته ولی حق هیچکی نمیکنم، بزرگترین حقوق من بهشون میدم. یعنی من یه چیزی برای خودم در نظر میگیرم که فقط من حقوق اکثر بمونه، یه چیزی درآمد مثلا ساده که بقیه مال بچه‌ها، خدایش هم همینجوریه. این کلاشه که نیست صفته، حرف دیگه اصلا از این. خب کلاش بیتی تو رسی بخواستن خب خیلی بیگن دنده یک دنده کن صفته یک دنده بیگتی خب یواش یواش کلاش را بکن، یواش کلاش را بکن، یواش کلاش را بکن. آها حالا خوبه. بیا تو خط خودت، خیلی به طرف اون نگیر، ماشین بده ترمز بزن. وقتی ماشینی بدی هول نباش. خب خب در جفت مخ دور زن بدر بس تمام بشه بس بزن ماشین بدی اینقدر دستباشی نباش. خب از اون خواه خاطره باش، کن درست ماشین زیاد دستباشی نباش. دنیا رو بسته بسته یه بدر بدر کن بزن. یه ذره جلوته، یک کوش به جلوته بس بشه، یه ذره جلوته باش. هیچ بده. الان ترمز دستی بکش. خب خلاص کن. این ترمز دستی تا آخر بکش. ترمز دستی تا آخر بکش. خاموش کن. ماشین خاموش کن. خاموش کن ماشین. ماشین خاموش. الان خوشحالم یکم مثلا استراحت کنم. خب بعد از استراحت بلندشم برم یه سری به مامان من بزنم. این اصلا برم به مامان من یه سری بزنم از همه خوشحال کننده تره، چون 20 روز اونو ندیدم. چراغ روشنایی کی بنبود منو چی آشنایی کی بنبود منو چی آشنایی آی گوشت نخون گوشت نخون جدای کی بنبود. هوا بوی تنه درخت می‌دهد. حال همه من خوب است با آن بارانی که تمام شب بارید و پوسته زمین را از نو تر کرد. جاده شبیه پیچک سیاهی در دل شب پیچیده است. تکه های سفر را در حافظه دوربینم ذخیره کردم با این همه خاطره‌ای که بوی نارنج می‌دهد. دلمان برای خاور خانم و رستوران دوست داشتنیش تنگ می‌شود.